سلام. وزارت خارجه کشور گفته که نمایندگان افغانستان، آمریکا و روسیه در نشست سه جانبه روز گذشته از طالبان خواستند که برای آغاز مذاکرات بین الافغانی و اعتمادسازی خشونت‌ها را کاهش دهند. مسئولان امنیتی میگویند در نتیجه درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی در ولایت‌های پکتیکا، هلمند و فاریاب 44 طالب کشته و 26 نفر زخمی شدند. سازمان دکتران بدون مرز اعلام کردند که بعد از حمله 23 صف در شفاخانه 100 بستر دشت برچی، دکتران بدون مرز فعالیتشان را در این شفاخانه خاتمه دادند. سرپرست وزارت داخله میگوید که در یک سال گذشته 15 میلیون لیتر نفت به ارزش 675 میلیون افغانی در این وزارت صرفه‌جویی شده است. آقای اندرابی گفته است که این مقدار نفت در نتیجه نصب ردیاب در موترهای پلیس و نصب حزگر در جنراتورها صرفه‌جویی شده است. و وزارت صحت عامه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 793 مورد تازه مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است.